این اتفاق وقتی برام افتاد که خیلی بچه بودم. دقیق بخوام بگم 2 سالم بود. البته خودم چون خیلی کوچولو بودم یادم نمیاد چه بلایی سرم اومده بود، ولی مامانم همیشه میگه که اون روزو خیلی واضح یادشه. وقتی 2 سالم بود با خانواده رفته بودیم به یکی از سواحل، اما باید بگم که از اون ساحل‌های معمولی نبود. اونجا معروف بود به داشتن یه عالمه میمون دم کوتاه. همه جا هم تابلو گذاشته بودن که اصلا بهشون نزدیک نشید یا اینکه بهشون غذا ندید چون خیلی وحشیان. وقتی رسیدیم ساحل، برادرم با بابام رفتن یکم دورتر تا بگردن. مامان منم داشت کتاب میخوند و منم که 2 سالم بود و هیچ کاری جز نشستن کنارش ازم بر نمی اومد.